کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی ناحیه جیهون یک نفر مرد 64 ساله ناحیه رودکی را برای از آن خودکنی مالکیت غیر در حجم مخصوصا کلان بازداشت نمودند. دستگیر شده به حیث سرچوپان در خواجگی فرمری به نام کمال‌الدین که به مجید و رشید تعلق دارد فعالیت نموده 119 سر چاروای خرد شاخدار را از آن خود نموده است و به جبریدن نزدیک 100,000 سامانه ضرر رسانیده است. با شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه جیهون با عریضه شهروند مجید فرشید ساکن ناحیه مذکور رئیس خواجگی دیخانی به نام کمال‌الدین مراجعت نموده است که ماه اپریل سال روان شخصانی نامعلوم با راه پنهانی از زمین‌های چراگاه کوهی حدود جماعت دهاتی استقلال 119 سر چاروای میده شاخدار را دزدیده از جای حادثه غیب زدند و ضرری رسانیده شده 83,300 سامانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا عبدالله خوشوقت سال تولدش 1957 ساکن جماعت دهاتی زینب آباد ناحیه رودکی سرچوپان خواجگی دیخانی به نام کمال‌الدین همچون گمانبر دستگیر کرده شد. در رفتی تفتیشات معین کرده شد که نام برده 119 سر چارواهای میده شاخدار را با طریق پنهانی دزدیده می فروشد و مبلغ به دست آورده‌اش را در احتیاجات شخصی خود صرف کرده است. سرچوپان ایشون رشید بگه ما همین 48 سفرده فروختیم انا بخمانده شد و دومده فروختیم 19 تا ما فروختیم.